در این توتوریال ما میخوایم نحوه نصب فریمورک جنگو رو به شما یاد بدیم. برای این کار اول از همه شما باید به سایت djangoproject.com برید و از اونجا به صفحه دانلود. تو این بخش از صفحه ما ورژن استیبل جنگو رو میتونیم دانلود کنیم. خب اینو من سیو میکنم و بعد از اینکه این دانلود این فایل تموم شد، من میخوام اینو تو هوم اکسترکت کنم که از تو ترمینال راحت‌تر بتونم اینستالش کنم. خب این دانلود شد. من اینو بازش میکنم و به صورت درگ اند دراپ اینو میندازمش تو هوم. اینجا میبینید که فولدر جنگو اکسترکت شده. یه ترمینال باز میکنم. ترمینال به صورت دیفالت تو فولدر هوم از همین اکانت داره کار میکنه. من یه لیست ازش میگیرم. اینجا میبینید که فولدر جنگو وجود داره. میتونم داخل این فولدر برم. اوکی، یه لیست میگیرم. تو لیست میبینید که فایل setup.py که معمولا برای اکثر ماژول های پایتون یا نرم افزارهایی که میخوایم اینستال کنیم یه همچین فایلی رو تو فولدر اصلیش میتونید پیدا کنید. ما sudo یعنی super user do python setup.py که این فایلی که ما میخوایم رانش کنیم و کامند اینستال رو میخوایم داخلش بفرستیم. از ما پسورد سوپر یوزر رو میخواد و بعد از اینتر نصب جنگو تموم میشه. با تشکر از شما، حتما به سایت ما مدرسه web.com یه سری بزنید.